سلام. وقتی بیمار میشین به سمت طب سنتی میرین، طب گیاهی، یا به سمت طب غیر گیاهی، طب نوین میرین؟ هدف اگر درمان باشه هیچ گونه انتخابی انجام نمیدیم، یا به عبارتی انتخاب تحت احساسات و تحت تعصبات انجام نمیدیم. هدف اگر درمان باشه از هر دو باید استفاده کنیم. در تشخیص و کشف بیماری بهترین چیزی که داریم طب نوینه. آزمایشگاه های بسیار مدرن، متخصصین فوق‌العاده و سونوگرافی ها، انواع عکس ها و خیلی امکانات دیگه. طب سنتی 8000 سال تجربه خالص داره. 8000 سال. شما اگر تصور کنید در روی کره زمین همین 5 میلیارد رو بگیم، نمیگیم بیشتر از این، 5 میلیارد انسان وجود در 8000 سال اینها آزمایش کردن، آزمون و خطا شده به صورت تجربی و عملی. پس هر چیزی که الان داریم در مورد طب سنتی، هر نسخه‌ای که الان داریم در مورد طب سنتی، مطمئن باشیم هیچ گونه خطایی داخلش نیست. اگر خطا داشت در طول تاریخ 8000 سال افراد متفاوت، جامعه های متفاوت، جایگاه های متفاوت بایستی اگر این نسخه پاسخگو نبود از بین میرفت و حذف میشد. پس این نسخه‌ای که تا الان پایدار باقی مونده و 8000 سال داره دوام داره، معناش اینه که این تجربه شده و امکان نداره خطا توش باشه. اما طب غیر سنتی با کشف علتها، در واقع هدف از به وجود اومدن این طب نوین پزشکی دریافت همین علتهایی است که در طب سنتی است. در طب سنتی میگیم این گیاه برای این دارو 8000 سال تجربه شده، هیچ ردخور نیست، پس ثابت شده برای این بیماری باید حتما از این گیاه استفاده کنیم. اما مکانیزمش رو ما نداشتیم و نمیدونستیم مکانیزم کار چیه و به چه دلیل این گیاه میتونه این کار انجام بده. برای همین این طب نوین رو تشکیل دادن، به وجود اومد. علت بیماری مشخص شد، بیماری که میگیم اینجوری، این علت بیماری این موارده. درمان این بیماری به واسطه این مواد مؤثر است. الان حالا میریم داخل گیاه رو ببینیم این گیاهی که داریم انحصار دادیم برای این بیماری چه موادی داره، میریم همون ماده مؤثری که این گیاه داره برای درمان این بیمار. پس از اینجا ما با هم تلفیقشون کردیم و هدف هم همین بود. در مواقعی که در طب سنتی ما فرد رو باید عمل جراحی براش انجام بدیم یا باید اون رو کشف کنیم بیماری داخلی است، با ظاهر نمیشه. الان ظاهر افراد نمیتونن بیانگر طبع و بیماری دقیقشون باشه. یعنی ما در طب سنتی وقتی میگیم صفرا، سودا، بلغم، دم، یا میگیم سردی، گرمی، مقدارش رو ما نمیدونیم، بر حسب حدس و گمان داشتیم میگفتیم تا پیش از این و بر اساس اینکه فرد چگونه اخلاقی داره علاوه جسمانی مثلا تعریف کردیم. یک سری از مؤلفه ها رو میگفتیم کسی که سوداش بالاست یعنی اخلاقا به این شکله، یعنی اندامش اینجوریه، یعنی کمی لاغره، یعنی اینکه کمی خمیدگی داره، یعنی کلسترول، هورمون رشد به این دلیل که گرمه و این کارا رو انجام میده و خود دم هم باز کسی که دمی مزاجه به این دلایل همین رفتارها رو داره، در کنار هم میگذاریمشون و یعنی یک تلفیقی از طب سنتی و طب نوین باید شد. تیروئید کمکار یعنی چه؟ ما اونجا بهش میگیم بلغم، ما اینجا بهش میگیم تیروئید کمکار. اینجا میگیم TSH، اونجا میگیم بلغم. اگر در یک جدولی بیایم دو تا ستون داشته باشیم، در یک ستون افراد بلغمی رو ببینیم، اخلاقشون، رفتارشون، تغذیهشون، همه چیز رو، موارد جسمانیشون رو، و کسی که تیروئیدش کمکاره باز بنویسیم مواردش رو مقایسه کنیم، میبینیم بلغم یعنی تیروئید کمکار. امیدوار هستم که سلامت باشیم، از هر دو تا علم استفاده بکنید. خدا نگهدارتون.